غزالی رحمت الله علیه که شیخ الاسلام هستند الحمدلله، در اسلام بسیار خدمت کرده رفتن. همین شخصی معتبر چندین کتابا خداوند نوشتگی هستند. همین وقتی که محمد غزالی از دنیا میگذرن، یک دوستشو در خوابشو میبینن که در جنت گشتیم، قصرهای جنت نه، قصرهای پادشاهنشین بلند بلند کاشانهایی که یقش از نقره یقش از طلای در جنت، قصرهایی که خدا برای ما شما عوض عبادت و طاعت و خیر احسان که الله خدا خواهد انشاءالله برای ما شما آماده میکند. دنیا مزرعة الاخره، گو پیغمبر دنیا که ساری آخرت است، همین دنیا نمیکاریم انشاءالله خدا خواهد. هر گفت جوره گفت آخر همین گفت جنت همین قصرها خداوند و تو فعلی همین نوشتنی کتاب بود، نوشتنی خدا خواهد علم موندگی داد. گفت که بله، گفت لیکن الله برای خدا خواهد در راه اسلام خدمت کردنم به حد من خدا خواهد من درجه ها جنتم داد. این قصر میدانی گفت برایش نه از جهت کتاب نیستیم، بلکه این قصر گفت من خدا یک روز برای گفت کتاب نیستن گفت قلم در رنگ تر کردم و تر کردم، میگه برداشتم که یک پشه اومد میگه شیشت. یک پشه که ما شما اینی چی نیست گویا، یک مگس پشه خورتر میگه اومد شیش، میگه گفتم میگه همین تشنه است. ما گفتم میگه از آب سه شد تا پریده رفتنش، میگه قپیده استادم پریده، میگه رفتم. بعد همین قصری که تو دیده ساده خدای تعالی با عوضی که همین پشن من رحم کردم الله سبحانه همین قصر من داد کردیم من. ولی ما شما آدم ها را آزار داده سادیم. ما شما گوییم که برادر به برادر، خواهر به خواهر، پدر به پسر، پسر به پدر آزاری. بینی این گفت قصر که میبینی و توفیلی چی هست گفت انمو توفیلی گفت یک پشه خورترین گفت رحم کردگی بنده. بینین این رحم طور هم اگر رحم کنی میگه رحم کرده میشه. سفیان ثوری گفته که شخص در بصره گذشتگی هستن، شخصی معتبر از من. همین انسان یک روز کوچه نرفته میسد که یک کودک در دستش یک بلبل بازی دارد، از پاش بستگی بازی دارد. بعد میگه گفت که همین بلبل میفروشی؟ گفت که میفروشم. وقتی که میگه بلبل میگه خرید یک تنگند و پاچکاش کشاد، میگه درای خدا آزادش کرد. هر شب میگه بلبل می آمد ناله میکرد در خانه سفیان ثوری. بعد سفیان ثوری میگه از دنیا گذشتنش عزیزان من همه بلبل 3 روز در بالای قبرش ناله کرده، 4 روز خشته زده به هلاکت رسانده است. بینید بزرگان میگن چیان حق دارند، همه مسکین نواز و حق گزارند. اگر کسی که خدا خواهد در راه حق قدم میمونی انشاءالله خدا خواهد از دست شما از زبان شما یگان کس آزار نمی‌یابد. الحمدلله. بینید چنین بزرگان انشاءالله الحمدلله با چه اندازه انشاءالله خدا خواهد به درجه بالا رسیدن انشاءالله خدا خواهد. ما هم انشاءالله باید که چی باشیم؟ رحم دل باشیم عزیزان من. سوال شده بود که برای یعنی عیادت بیمار آدابی یعنی زیارت کردن بیمار بود سوال انشاءالله خدا خواهد صحبت میکنیم. عزیزان من یعنی بیمار بینی این واجبات ایمان است عزیزان من، از واجبات ایمان و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شمار می رود. حتی پیغمبر علیه السلام حال ما و شما یک ملتیم الحمدلله. حتی پیغمبر علیه السلام بعض یهودای بیمارا را چکار میکردن؟ زیارت میکردن عزیزان من الحمدلله. یعنی بسیار بسیار فضیلت دارد. بزرگان چی گفتیان؟ بر سر بالین بیماران گذر زان که هست از سنت خیر البشر. وقتی که میگه یگان بیماری برید در تاری سرش بشین، از بیماری وای یعنی حذر نکن عزیزانی من. یعنی این کسل یا این کسلش من میگذرد، همه چیزهایی که میگذرد به اذن الله میگذرد یا نمی. من اپیدمی شد دارمی کسی را خدا مناسب دید به همون کسلی مبتلاش کرد.
کسی را مناسب ندید منو ما گشتیم با شما. دارمی؟ کسی را که اجلش اگر خدا خواهد همون مهلتی که خدا خواهد از دنیا گذشتن در دست همون کرونا ویروس باشد هوای میرسد. من بعضی همون علاو، بعضی همون آو، بعضی همون ماشین، بعضی همون پراکسرس، بعضی همون خدا خواهد فشاری خون، بعضی همون تاک. چی خدا مناسب داشت میریم یردن انشاءالله خدا خواهد. ابو هریره ریان میکنن این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم که هر کسی که خداوند با اون نیکی خواسته باشه، بینه هر کسی را که خدا برای همون بنده نیکی خواسته باشه و درجه او را در جنت بلند گردونفتن، او را رنج و بیماریش میتید. منه پیامبر علیه السلام گفتن که یعنی رنج، بیماری، مشقت در اختیار ما و شما نبوده است، بلکه در دست کی بوده است؟ در دست الله سبحانه و تعالی است از ظالمان. من در حدیث قدسی خدا چی میگه؟ قال الله عز وجل اذا وجهت الى عبد من العبيد مصيبة في بدنه او ماله او ولده ثم استقبل ذلك بصبر الجميل استحييت عنه يوم القيامة انصب له ميزانا او انشر له. ببینید وقتی که خدا میگه به طرف بنده نگاه کند، رو بیارد، از این بندن مصیبت. چی مصیبت؟ فی بدنه، در بدن ما شما خدا یک مصیبتیت. یعنی بدن مو گم که سر مو در کند، دست مو در کند، پا مو در کند، اعضاهامون در کند، او مالی یا که در مال مو خدا یک مصیبت میداده است. گم که یک مالی 15 میلیون مو مرده میموند. داریم؟ بینید؟ اولده یا که فرزند مونده خدا یک مصیبت میتید، ولی از عقل زایش میکند، یا که یک آنجاش خدا خواهد آسیب میبیند. ثم استقبل ذلك بصبر جمیل، اگر همین مصیبت ها را خدا با صبر جمیل بنده قبول کند، گوید که چی؟ الحمدلله، شکر به خودت که الله من در مناسبش دیدی. صبر کند، میگد طاقت کند انشاءالله خدا خواهد. حتی خدا میگد من ناموس میکنم روز قیامت برای و یک گناهوشه در ترازو کشیدن و نامه اعمالش در دست دادن. خدا میگه من ناموس میکنم. ببین اصلی که مثال گمدن در وقتی که مصیبت بالای ما شما می آید کو این ثوابش به نهایت بلنده عزیزانی من. پیامبر اسلام این که اشد البلاء علی الانبیاء و الاولیاء، ما سختترین بلاها را با کی میتیم؟ یکم پیغمبران ده میزنیم. ببین اولیاء دوستامون نمیزنیم، یعنی میسنجیدیم، صبر میکنیم. نه بزرگان چی میگن؟ حبیبش را کند خونریزی دندان، عدوان چون کلب کند خندان. حضرت محمد علیه السلام دندان شهید شد، او سگها دشمنا میخندیدن. میگن یعنی کسی را کند با عشق واله، برد میل سوی افغان و ناله. اگر خدا میگه کسی در عشقش مبتلا کند برنج یعنی عذاب میتیش در این دنیا، بیماریش میتید خدای تعالی میسنجش انشاءالله خدا وعد. همان روزی که تو را پیدا شد رنج، بکن صبری که میدهد رنجش تو را گنج. همون روزی که میگه در بدن تو، در مال تو، در عائله تو، زن و فرزندت که یعنی رنج که اومد، صبر که انشاءالله گنج دارد، مکافات دارد عزیزانی من انشاءالله. یعنی مکافات دارد. حتی خدا در سوره انشاءالله بقره آیت 157 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون.
وقتی که ما بنده رو میگه به یگان مصیبت مبتلا کردیم، باید همین کلمه مبارکه بخوند: انا لله و انا الیه راجعون. هر آینه ما یعنی از خدایم و به سوی خدا برگردنده هستیم. همین بگوید، میگد همین کلمه را تکرار کند. وقتی که شما در بدنتون، مالتون، که عائلتون که مصیبت اومد، همین کلمه را ذکر کردن گیره: انا لله و انا الیه راجعون. خوندنگی انشاءالله خدا همون مصیبت نیکی بدل میکند انشاءالله. خدا خواهد بینید خدا چی میگه در دوامش: اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. همین گروه هایی که خدا خواهد به مصیبت مبتلا شد، اینا کیا هستن؟ برای اینها گفت از طرف خدا چی است؟ درود است و رحمت است انشاءالله. خدا خواهد و اولئک هم المهتدون. این گروه آدم ها راه یافتگان هستند. عزیزان من، شما دلگیر نشی که این بد ناراضی هم نشین، این شکایت هم نکنین انشاءالله. خدا خواهد صبر، طاقت انشاءالله. خدا خواهد، چون که الله سبحانه و تعالی ما و شما را میسنجد به هر گونه انشاءالله. خدا خواهد روز میگد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابگان گفتند: به شما بشارت دهم. گفتند صحابه گفتند: آره یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیغمبر گفتند: کدام شما امروز بیبار بینی کردین؟ من از شما سوال میکنم کدام شما امروز رفته یک کسل دیدین؟ ابوبکر صدیق گفت که من امروز بیبانی کردم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر گفتن که ای ابوبکر، بهشت بر شما مبارک باشد. حتی بهمار رفته انشاءالله از حالش خبر گرفتن، گویا که ما چه در یک باغ‌های جنت سیر کردن است. تو نگفت بشارت به جنت باشد ابوبکر صدیق. عزیزان من، بینید کسل بینی، بیمار بینی چقدر انشاءالله خدا خواهد چی داشته است درجه و چقدر مکافات دارد خدا خواهد انشاءالله. در حدیث دیگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: الامراض حبت الله تعالی علی المؤمنین. البته این بیمارها گفت حبه خدا هست بر مؤمنان. و این چنین گفتن چی است؟ یعنی کفارت گناه هست از طرف خدا حق سبحانه و تعالی. ببینید وقتی که ما شما گناه بیمار میشیم، وقتی که ما شما بیمار میشیم، همه بیماره الله سبحانه و تعالی برای ما شما حبه میکره، پدر که. دیدی؟ با تو فعل این انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی گناه های ما شما را مغفرت میکند. وقتی که میگه خدا حق سبحانه و تعالی یک بنده بیماری اراده کند، من اگر خدا به بیماری مبتلا کردن بخواهد، 4 فرشته نزد بنده می اومده است. 4 فرشته می آید. ببینید چیکار میکردیش؟ یکم فرشته خدا خواهد انشاءالله یعنی رنگ و روی من شما میگرفته است. دومش قوت ما و شما میگیرد. ببین این همش از جانب الله میشود. سومش گناه ما و شما را میگیرد. چهارمش اشتهای ما و شما را میگرفته است. حال ببینید وقتی که شما اگر بیمار میشینین، بسیار جان میکنه ما که جان پدر جان یک قاشق افقاد کردین، یا مادر جان، یا که جان دادر جان، یا جا عمک جان، یک قاشق خیلی قوت میگیره و اشتها نیست. تو اشتها از جانب خدا گرفته شده دیگه، قوتش از جانب الله گرفته شده که پاش نمیستد، رنگ و روش نیست. ببینید این همش از جانب کی میشده است؟ از جانب الله سبحانه و تعالی است. این در دست بنده نیست بیمار شدن. وقتی که میگه الله سبحانه و تعالی اراده ای اگر تنصیحتی من نکند عمرم اگر باقی باشه، خدای تعالی آورده قوت من میداده است. قوت نبتی میگفته است. دویم اشتهاش آورده تین، اشتهاش میدادیم. سوم رنگ و روش تین.
چهارم فرشته میفرسته که پروردگارا گناهش چیکار کنیم؟ حتی گناه برداشتش دیگه. آدمی بیمار گناه ندارد، گناهش فرشته برداشته میگیرن میستن تا صحت شدنش میگد. وقتی که میگه خدا میفته که من لایق نمیبینم که بندم همین قدر سنجیدم به همین بیماری، سر درد گیم، پا درد گیم، یا دل درد گیم، یا گوش درد گیم، چشم درد گیم، مبتلاش کردم و همین قدر رنج صبر کرد، طاقت کرد. من لایق نمیبینم که گناهش در گردنش مونه، من گناهش مغفرت کردم. الحمدلله. آدم بیمار بعد صحتش بیگناه خدا خواهد انشاءالله از جاش میخیزد. برای همین حال بعضی بیمارا هستن که کسل حقارت میکنن، باید میگن پیش میدره میگن این پدنه من از کجا چسبید توبه کردم این فلان نی، این پدنه نیست وای الله اراده کرد برای ما شما داد. باید ما چیکار کنیم؟ شکرگزار باشیم. این حضرت ایوب به چقدر بیمار کشید. حضرت ایوب بهترین پیغمبر که صابرین درجه یافت، 18 سال میگه بیمار شد. 18 سال خداوند در بالای تخت سنگ، ولی ما شما یک بیمار شیم خدا خواهد بالای دیوانان نخوا میریم. بیچاره فرزندامو در اطراف و پروانه یک دنبت خدا خواهد پستل تا آلیش کرده میستن، پاچکا تا با مولده میستن با نیدوال نی. حضرت ایوب تمام دنیا سوخ برفت، تمام زنهاش پرتافتش برفت. یک رحیمه گفته که زنشمون خدمت کرد عزیزان من. حتی گفتین که دعای یعنی بیمارا اجابت نشده است عزیزان من. یعنی باید که ما شما چیکار کنیم؟ از این بیمارا دعا گیرن عزیزان من، دعاش اجابت نشده است عزیزان من. بینید خدا خواهد انشاءالله. تا همین درجه بیماری الحمدلله درجه و چی دارد؟ فضیلت دارد انشاءالله. بیماری رو انشاءالله عزیزان من وقت نزدیک شده است انشاءالله. یعنی دیدن بیماری در فصل تابستان روزانه عزیزان من درست دیدنش، در زمستان یعنی شبانه دیدنش درست. سبب که روز دراز است، بیمار در روز چی بسیار دقت می شود. شب که در زمستان شب که دراز است، میگن که بیماران میگه شب سال می شود. وقتی که صحبت میکنی میگه تا سر میگه بچم یا جیانم خوابم نبود، گویا که ساعت در جاش نمی جنبد. میگه شب میگه میشه انشاءالله یعنی زیارت کردنش. لیکن وقتی که شما بیمارا را میبینین تیز خستنش هم سنته. با اونجا رفته یانباز داده خدا خواهد شیله دم کشیده خدا داد گفته نه. یک بیمار را پرسیدین که تو چی میفارد؟ منم آدم نمیفاره. همین میگه دور میدی از طرف راستش بشی، دست در سرک شمون سخنای خوب گو. امک جان انشاءالله خدا خواهد خوب شده، از پیشتر خوب هستی. و میگه در پیش وی مستحب گریستن، خواکات انداخته، ای دیده کردن، روی و گشته برگشته دیدن، این درست نیست. و تلخش میگه بابا بچه دیمک من قریب اومد و دیده این گنده نگه دویو گیریا کس دیمک عجل اومده این نی. میگه و دیلش بردار سر از خیز گوشه برن. یک بیمار را سوال کردن که شما نه چی کتاب نخوندمش، شما رو گفتن چی لازمه؟ گفتن همین من میخوام که شما آداب بیمار بینی آموخته بیاون. همین اشیار نشدگی واقع است. میگه 4 موی سفید یک جا دور مدیم، این دوره های شورش دیگه است، دور مدیم. میگه یک برادر روایت کرد، نامش نمیگم که حاجت نی، برادر همش از دنیا گذشتن خدا رحمش که باشد. میگه 6 تا میگه خبه بیچاره گوشاش وزمین بودست. میگه یک تا دیگر میگه همین میگه گشته بگشته افتاده. میگه انم فلان چی انم تشلا مردود اوی میزنیمش. میگه نمیشه. بچه بیچاره و بیمار دود گوید موی سفید یک بار هم گویدمش میگه با دیده همین فلان چی خودی هم تشلا مردود. اوی نگو. همین میگه چلا دو کردیم خیس 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 بوچ کردیم. میگه رفتیم میگه قریب او صاحب خونه میگه بومن موی سفید بزنه. بچه احمد جان یا کی جیانم زکانیش ده هیچ یگان خجالت نشه. و بیچاره تلخه بلخش کافوندین. خیلی بعد چند روز میگه از دنیا گذشت. لیکن آقا بیچاره و یک بار
زنده به زنده در گور نتقیم شاخی خدا خواهد انشاءالله. گپای خوب زنید پیش بیمار. من گرچند حالت دیگر است، هم من ده عیان نشود عزیزانی من، هم من ده عیان است. ایوه گریخته نمیتونیم از نیکین دل انسان، چون که انسان دلش هر لحظه آرزو میکنه. من خیلی بیماران در شایشتگی هستم که وقتی بار میکنن جان بخش سپرده شده، میگه داملا جان التماس یک بارک جان مخره. من بعضی بچه ها خدا خواهد گرمانیا بوده سودیم پدرکم بار میکنن، چندین خدا خواهد امریکا بوده سه با امیدی چی خدا خواهد انی خواست دکتر گفت از گیم که اکن خانه نبستد، لیکن بنده هر لحظه دنیا چیز شیرین است از زانی من. هیچ کس نمیخواهد مردن. حضرت آدم علیه السلام بینیم پدر بشر 30 سالی عمرش شیست نداد میگد روایت آنده. وقتی که عمرش به آخر رسید حضرت عزرائیل اومد گفت که آدم جانت تمام شد. گفت که میگه 30 سال دیگر کجا شد؟ آخر گفته شیست نهیبش کردی، نگو بیارش در کار نی. چون که دنیا چیز شیرین است عزیزان من. خواهیم نخواهیم هیچ کس نمیخواهد از دنیا ترک کردن. با میکنه 80 سالا 90 سالا که من حسوبه میشم بابا جان نگم یا که اچه جان دل تو چی میکشه؟ کاش که نگه همین ایویره ما توشم میدیدم. خیلی دیده 15 تا توی، لیکن با ایویرش هم امید داره. همه ما همین هستیم. از من هم اگر بشت هیچ وقت میشود بچه ها دادران میگم التماس یک استاد برای ما خیر با 10 سال دیگه عمر بینم، لیکن چی علاج؟ برای من خدا خواهد همه آداب بیمار بینی را انشاءالله خدا خواهد همه آموزیم الحمدلله. البته بیمارا را زیارت کنیم و یا غنیمت هستند، دعاشون گیریم انشاءالله خدا خواهد. این سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم. صحابه بیمار میشد پیامبر علیه السلام رفته خبرشو میگرفت، در حقش دعا میکرد انشاءالله خدا خواهد. ببینید ما همین ساره کنیم که ما چیا کردیم؟ ما خیش تبارا را کنیم که معلوم بیگانه را مانیم خدا خواهد. همین هوشیار از 3 قبیله عبارت است. همه مالک یک چی هستیم الحمدلله، یک تن یک جانیم. بنی آدم اعضای یک دیگر هم میگن که در آفرینی یک گوهرند، چو درد آورد روزگار دیگر عضوها نیابد قرار. تو از غمی دیگران بی غمی نشاید برد نامد آدمی. شیخ سعدی سخنی مبارکش که با آبی طلا در آن 5 زبان که همین نیستش لگیه. وقتی که ما بی‌پروا نشیم همسایه‌ام بیچاره کسل است، هم محلگیمون کسل است، یا اینکه این سال اکا و دادرمون کسل است. همیشه آرزو کنیم دعا کنیم الله شفاش دهد. دعا کنیم وقتی که پدر به ما شد گفتن که جانی منو بگیر بجای پدرم، مادرم به ما شد گفت بجای مادرم جانی منو بگیر خدا جان. لیکن پدر نمیکند آرزو را این چیزا. پدر بیچاره میفته که بخت جانی منو بگیر کی من یعنی سوختاری فرزند نبینم. ببینید عزیزانی من برای این هوشیار باشید انشاءالله خدا خواهد. وقتم شده است من خدا خواهد کارام ادامه دارد عزیزانی من الحمدلله. من مسجد هر روز دیده سین هممو یک وجه هم باشد به پیش رفته است الحمدلله به عدد شکر. استاهای امروز سخت قپیدن چون که استاها با دیگر جان کار داشتند عزیزانی من انشاءالله خدا خواهد. من هر روز رفتارم خوب رفته است محل الحمدلله به عدد شکر. مو البته می نداریم خدا خواهد انشاءالله که هر روز محله ها فرزندکای شما خدا خواهد جیانای شما یا که اکا و دادرای شما خود شما برای رضای خدا اشتراک دارین انشاءالله الله در امرات و رزقات و کسباتون برکت یاد خدا خواهد انشاءالله. این مسجد برای 2-3 آدم نیست، این مسجد برای همه ما شما. این آب شیدام است، این هیچ کس خوجه نیست خدا خواهد. همه مسلمان ها حق دارند انشاءالله. کدام میلت قطعی نظر اومده چیکار میکند؟ البته انشاءالله طاعت میکند و مردم همین هوشیار زمینه در حقش دعا کرده میرود یا نمی خدا خواهد. حقارت نمیکند، هر درمدگی آدم دعا میکند رحمت همین قوم و جمعیت نه که همین مسجد زیبا را برپا کردن. این رحمتش برای همه ما و شما هست، همش خدا خواهد انشاءالله. من تحتی مسجد میخوانیم حقی همین آباد کنندگانی مسجد است از دانی من. کسانی که همین مسجد آباد کنند در حقی همین ثوابش میبخشیم. درکت میخوانی گو پروردگارا همین کسانی که در اینجا یک تا کورپچه دادن، یک تا بالیش دادن، یک تا چوب دادن یا که اومده یک یاردم کردن، همه هوای اجر و مکافات چه الله خدا خواهد میرسوند خدا خواهد انشاءالله. یک برادر 1 میلیون سوم
یک خواهر عمکشو در بیمارخانه بوده، دعا کنم تا 1000 روبل دادیان. البته این خواهر عمکشون خداوند شفای کامل تیاد و زودتر انشاءالله به اهل و عائله‌شو برگشتن الله مناسب بیند. خب یک برادر 1,000,000 نام نگوین گفتن انشاءالله. اپچه اوین پوشت 200,000 سوم، خلیل فرستم 10,000 روبل، یک برادر 10,000 روبل، یک برادر 500,000 سوم. خب نوری لو 200,000 سوم، بچه زینور جان 40,000 سوم. خب احمد جان و محسن جان 10,000 روبل، یک برادر از لیمبور 200,000 سوم، محکم خارجان 300,000 سوم، یک برادر 5,000 روبل انشاءالله خیر کردن. و بعض برادرها خدا خواهد انشاءالله از یعنی دیگر مملکت ها هم باشد انشاءالله خیر احسان کرسیان، بلکه خوندن ما لایق نمیبینن، لیکن انشاءالله خدا خواهد اینا چون که یک کرت نه چند کرت خیر کرسادیان، بلکه هر ماه الحمدلله همین گروهی که ما خدا خواهد انشاءالله که هر ماه خیر احسان شو خدا خواهد قرار گرفتگی نیست برادرها. خب سعادت ماه 1000 روبل خدا خواهد بیشتر میزنن. شایف حکمت جان یعنی 1000 روبل. السلام علیکم، روزی جمعه مبارک. در حق غریبا دعا کنید انشاءالله، در آخر دعا میکنیم. یک برادر از تاجیکستان انشاءالله خدا خواهد 10,000 روبل. خب مسامیدین سیدلیش گفتگی برادر انشاءالله خودشو یعنی در نفقه بدین بگانی شبقتی من گپ زدن انشاءالله خدا خواهد برای آبادی گفتن داملا کم ترکم باشدم، بلکه برای آخرت گفته 5,000 روبل شب زدن. یک برادر از تاجیکستان انشاءالله 5,000 روبل، یک برادر از تاجیکستان چنین 2,000 روبل، یک برادری چین از تاجیکستان انشاءالله نام ما نخوانیم گفتن یعنی 1000 روبل، یک برادر از تاجیکستان 5,000 روبل از شهر اسفره. خب اسماعیل شاه از تاجیکستان یعنی 2,000 روبل، یک برادر از تاجیکستان. خب 3,000 روبل در حق غریبا دعا کنه. من یک خدا خواهد یعنی خواهرمو از شرقا با 300,000 سوم برای آبادی مسجد انشاءالله خیر کرسادیان از دانی من. البته خیرها الله سبحانه و تعالی به درگاهش قبول نماید. این برای رکلام من نیست عزیزانی من، این برای خدا خواهد چیزی نیست خدا خواهد انشاءالله، بلکه شما هم خبردار شین انشاءالله. و در آخر انشاءالله نموریم اگر زنده باشیم مسجد به آخر رسد، البته یک جمعه انشاءالله رفتی کار سومه پول همشه انشاءالله خدا خواهد اچاد میکنیم، همشه خدا خواهد انشاءالله پیش شما اندم، پیش الله سبحانه و تعالی اندم، چون که قیامتم ما باید شرمنده نشیم انشاءالله. اهلی که امروز مسجد خدمت دارن انشاءالله روز قیامتم انشاءالله جوابگریم شخص ما. شما خیال نکنه که این پلا ما حد بده کارش میفرمیم، حد بده میخریمش، الله به جزاش گرفتار میکنه. خدا این پول شما نزد ما امانت است، که کسی یک امانت میتی خیانت کنه پیش خدا گناهگار میشه. ما هم اگر پلای شما را خیانت کنیم الله جزا میتید، وای کو هیچ کس شما نمیبینید، این که الله میبیند انشاءالله. خدا خواهد گروهی ما خیانتگر نیستن الحمدلله. و همین گروه من خدا خواهد دومنی 24 سال از کار میکنم الحمدلله، به عدد شکر خدا خواهد انشاءالله. هر سوم هر ویش خدا جاش نرفته است انشاءالله الله راضی میشود. خدا خواهد انشاءالله مرا حکومت هم وظیفه دار کرد دیروز در جماعت که انشاءالله التماس داملا جان تا ماه رمضان خدا خواهد مسجد کشید. باز رایون دو تا دیگه مسجد میشه دیگه، از دو تا مسجد خدا خواهد آباد شده است. شما گفتن تیستر آباد کنه با دو تا دیگر مسجد اجازت میشه الحمدلله. حکومت منم خدا خواهد از جناب عالی کشیده خدا خواهد تا جناب مفتی قاضیات همه انشاءالله خدا خواهد خادمانی انشاءالله. یعنی دینم یعنی چی است؟ طرف پیشرفتی خدا خواهد دین و پیشرفتی یعنی خدا خواهد آبادی مسجد و آبادی یعنی خدا خواهد عبادت کردن مونده شرایط کردن همه انشاءالله ازبکستان زمین کمر بستگی هستند. خدا همشون انشاءالله مبارک کنند. همین برادری که خیری احسان کردن الله به درگاهش قبول نماید. خودی که شمایی که در اینجا خدمت داری هر روز خدا خواهد در یوتیوب دیده سادیم ما هر روزه نواره هر روزه کار پرت افتسیان غریبا پرت افتسادیم خدا خواهد انشاءالله در نواره هم دعا داریم. و این روز در خانه مبارکی اجابت دقیقه های دعا است با شما انشاءالله خدا خواهد ما دعا هستیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، صلات و السلام علی رسول الله. ای پاک و پروردگار، آنچه مسئله که ذکر کردیم و آنچه برادری که در اینجا دست برداشت و آنانی که خیر و یعنی احسان دارن برای آبادی این مسجد، پروردگارا چه مقصد و چه آرزوها داریم، خواه دینی است و خواه دنیاوی، الله به فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی. همین جایی که دست برداشت خیر احسان کردن، اگر بیماراش باشه خداوند خودش شفای کامل، خزدار علی اسلام خداوند خود نجات، به فرزند علی اسلام فرزندهای صالح و صالح کرامت نمایی، به بخت اهل اسلام بختاش نکشاده بگردانی. آنانی که از ما گذشتن محتاج یک کف دعا هستند، در این روز مبارک حج المساکین قبرهاشون پرنور، آخرشون آباد بگردانی. آنانی که در سفر هستند، عزم سفر دارند، همچون مثل گله کبوتران در سفر هستند، خداوند سفرهای با برار، یک کارهای خوب و مناسب شی بینی، صحت بردی سلامت، با کیسه های پرباری های سرخ، نزد خاندان نزد وطنی عزیز برگشتن شو الله نصیب بداری. همچو امانت این مسافران را به خودت پروردگار را میسپاریم. سوداگران را در سوداش، هنرمندان را در هنرش، کسب و کار، دهقانیان را در دهقانیش، کاسبان را در کسب و کارش، طالب علم ها را در علمش، چه علم دینی و دنیایی باشد، اله خداوند متخصصای خوب یا که عالمان قاری آنی خوب شده به وطن برگشتن الله نصیب بداری. خداوند در تمام دنیا تینجی آرامی، یکدیگر فهمی، صلح و امنیت را اله برقرار بداری. رئیس جمهورم خداوند خودت عمری دراز، رزق فراخ، تنی صحت خاطری جمع، از هر گونه بلاهای ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باشی. تا رئیس ناحیه از برای بهبودنی زندگی مردم سعی و کوشش دارند، اله در سعی و کوشش آنها برکات عطا نمایی. این جمهوری ما شما مثل جمهوری پریخته شدنش را الله نصیب بداری و در کسب و کار و دهقانی همه انشاءالله خدا خواهد ازبکستان زمین و دنیای مسلمانان برکات عطا نمایی و به طفل این استقلالیت آزادی که در دین و دنیا نعمتی بسیار داد، اله تا قیامت پایدار بداری. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق، انت خیر الفاتحین. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم